بعضا آرامی ما نه از دوری از آدمان بلکه از درست شناخت حدود مناسبت‌ها سرچشمه می‌گیرد. از این رو نه هر اندیشه باید فوراً گفته شود و نه هر سخنی که میشنویم سزاواری باور کردن است و نه هر کس میتواند انتظاری های ما را اجرا کند. وقتی می‌آموزی که کمتر انتظار شوی، بیشتر بفهمی و پیش از هر واکنش کمی اندیشه کنی، مناسبت های تو نیز آرامتر می شود. آدمی قوی آن است که از آدمان می‌گریزد. قوی آن کسی است که حتی در میان جمع هم آرامی باطنی خود را نگاه می‌دارد. فراموش نکنیم که آرامی ما از رفتار دیگران وابسته نیست. آن از طرز نگاه انتظاری و مناسبت خود ما به زندگی آغاز می شود. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.